بوم پارچه است، چارچوب، میخه سایه بود با یه چکش، این پارچه و این چارچوب، پارچه باد میکشیدیم دونه دونه میخا رو نگه میداشتیم، چکش رو میزدیم. این 60 من همیشه سیاه بود. خب یه بوم 45 در 60 یعنی شما 45 و 5 هم که تقسیم کنیم میشه چند تا نقط، اون همیشه 12 24 تا 18 تا 42 تا 42 تا میخ با 4 تا نگهداره گوشاش 46 تا میخ، 46 بار این چکش باد میخورد دستم. حالا 2 تاش 10 تاش میخورد هیچ نمیخورد. یه مروری بکنیم بر اون چه گذشت. و این عکس کوچه گازرگاه محله خودم خونم. این عکس مال 20 سال پیش گرفتم اینا. و اخیرا هم که رفتم دیدم خیلی این در و دیوارا خرابتر شده. تای همین کوچه میرفتیم خود به مدرسه جامع تعلیمات اسلامی که با میرفتیم. همیشه تو کوچه ما گل رس بود. ما جمع میشدیم بچه‌ها با هم میشستیم با این قوطی‌های کبریت بود، چوبی بود. ما این رو مثل خشت آجر، قالب آجر حساب اینطوری برای خودمون چیزش کردیم. با گل رس آجر درست کردیم، بعد آجرها رو خونه میساختیم. بعد همون چیزایی که اون موقع دیده بودیم مثل رادیو آندریا داشتیم، شکل اون رادیو رو درست میکردیم و دیک و قابلمه و کاسه و کوزه و اینا. مادرم که صدا میزد بیاین نهار، همه رو میزدیم نابود میکردیم و برمیگشتیم. ولی منظورم کلا اوقاتم هیچ ثانیه‌ایشو هدر الحمدلله ندادم. پدرم کارمند دارایی بودم و اداره هست. به دلایلی که خودشون داشتن مرتب منتقل میکردن خودشون. و خب برای من خیلی مهم بود این جابجایی از یزد به تفت، تفت به ناهین، ناهین به شهرزاد، شهرزاد به سمیرون، سمیرون به اصفهان، اصفهان به شهرکرد، شهرکرد به سنندج، سنندج به تهران، از تهران به کرمان، کرمان به اصفهان دوباره. خب این تنوع‌ها ساختارهای متفاوت میده، ناچار به تجزیه و تحلیلت میکنه تا بتونی سره رو از ناصره تشخیص بدی. هم رشد و ترقی و تعالی اجتماعی رو من بهتر میدیدم و نزدیک میدیدم، هم با فرهنگ های متفاوت کرد و لرد و ترک و بلوچ و اینا آشنا میشدی و اثرگذاری های اینها رو بر همه میتونستی تشخیص بدی. به همین دلیل بود که برای من خیلی مهم بود، خیلی خوب بود، خیلی اثرگذار بود. یکی از خصوصیات یزدی ها اینه که خیلی زود به شرایط عادت میکنن و خودشون رو وفق میدن. در حقیقت این در نژاد و ذات ایرانی هستش که به سرعت بهار و تابستان و پاییز زمستان که بالاپوش گرم میپوشن و بالاپوش خنک میپوشن و لباس مناسب به میان فصل میپوشن ها، اخلاق و روحیاتشون هم دقیقا همینه. خیلی زود عادت میکنن، خودشون رو با شرایط وفق میدن، سعی نمیکنن که شرایط رو طوری تنگ ببینن و بهشون سخت بگذره. در هر صورت ما به اون فضای اصفهان، شهر اصفهان عادت کرده بودیم که به قولی من هوای نقاشی برام داشت. این بهترین و تنها مدرکیه که من در عمرم گرفتم. گواهی نامه پایان تحصیلات دوره هنرستان 1346. چهار سال در هنرستان زیبایی اصفهان درس خوندیم و کار کردیم ولی خب کار میکردم. بعد میاد این دوران، این موقعی که هنرستان میرفتیم برای طبیعت و نقاشی در طبیعت کار کردن اینها، با بچهای کلاس رفته بودیم به دنبالودخونه اصفهان. حالا با دادن هنرجو خودش باید هنرجو برای خودش بهارا ایجاد میکرد
اونها فقط شکل یه مدرسه اداره میکردن اینجا رو. ما فهمیدیم که نه، باید خودمون کار کنیم. نه کار میکردم. از همون موقع یادمه 24 ساعت 18 ساعت شما کار میکردم. این آقا جلال موسویان سروانیشون سربازی که با هم بودیم، یکی از کسایی که خیلی تاثیرگذار شد در زندگی من. در حقیقت من به وسیله ایشون با یکی از شخصی به نام آقای پروینچی تهران آشنا شدم که منو بردش به سمت کار پوسترهای سینمایی. اینو آلبوم آقای علی روشن ضمیر از مشهد جمع آوری کرده بود. یه روز به من تماس گرفت که آدرس خونتون رو بدیم. من نمی‌دونستم برای چی می‌خواد. فکر می‌خواد بیادش اصفهان و بیاد ما رو ببینه اینا. بعد از چند روز یه بسته اومد خیلی هم سنگین. وقتی باید کردم دیدم 2 تا آلبوم حدود 300-400 تا کارای منو چاپ کرده رو آچار و واقعا یه حس و عشق علاوه عجیبی باید باشه که کسی این کارو بکنه. حالا خب میتونست اینا رو برای خودش نگه داره. میخوای اذیت کنی؟ برو بیرون. حضرت اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم، با این کارهای شما بی حساب شدین. اینا هر کدومش من نگاه میکنم کلی خاطره است. ترسید آخه به خاطری که پام لازم دارم. حالا داری چه میکنی؟ حالا تو بنده داره برای خوش کاری جور میکنه. ما میخوایم اول بشم، میخوایم قطار رو بگیرم. امیر نادری اومد دفتر ما گفتش که من یه فیلم ساختم 4-5 تا عکسم با خودش آورد. گفتم خودش گفت نه بنیاد میخواد، بنیاد مستضعفان میخواد اکران کنه و زودم میخواد اکران کنه تا یه پوستر برای این سری کار قشنگ بسازه. گفتم خب گفت یه بچه هست دنبال هدفش میدوه. ما یه عکسی انتخاب کردیم از بچه و یه کادری که یه بچه نصفش دویده بیرون، نصفش هنوز تو کادره. وقتی اومد دید گفتش که یکم صورت بچه کجه. امیر بسیار آدم فهیمی بود و نکته سنج. گفتم که من باید فیلم رو ببینم. همون موقع با هم همراه شدیم رفتیم کان پرورشکلی کودکان. فیلم اونجا اکران خصوصی کردن برای خبرنگارا. رفتیم و نشستیم و فیلم ها دیدیم و بعد ما رو برد توی اتاق و گفتن تا رفتیم گفتن آقای نبرید برای چی ذهن ما رو پیچوندی؟ مرد این بچه کجاش میدوه؟ این بچه جیغ میزنه، فریاد میزنه، فریادی که بر همه چیز معترضه، حالا بر خودشه، بر چیزی دیگه است. حالا چی؟ گفتم حالا من میدم چرا. یه مش عکسای دیگه دو تا اینا انتخاب کردم و بعدش رفتم به این پوستر رو زدم. شما حسی میکردی که اصلا این فیلم در یک ایران جدید ساخته شده، یک سینمای ایران جدیدی این فیلم را ساخته که میتونست پایه محکمی بشه برای تداوم، ولی تداوم پیدا نکرد. و من اون پوستر رو واقعا خوشحالم که این پوستر از جمله پوسترهایی است که خیلی خوشحالم من ساختم و نقاشیش من بودم. کار من کاری بود که جذابیت‌های اصطلاحاً عامه پسند داشت. و همین داره به من گفتن کار تجاری کار، بازاری کار، کلیشه‌ای کار. کلیشه یعنی یه چیزی ورداری هی تکرار کنی، ولی وقتی تو همون کلیشه 100 رقم حالت و فیگور و چهره و اینها تعویض میشه که دیگه اون نمیشه کلیشه، که حتی یک نواخت هم نمیشد. این چیزی نیست که من خودم گفته باشم. متوجه شدن کار من این بود که و حتی تو کار پوستر هم مثل نقاشی هم دروغ نمیگفتم. یک چیزی بذارم، صحنه‌ای بذارم که طرف رو وقتی میبینه هوایی بکنی بعد بخواد بره سراغ فیلم. سعی میکردم پوسترم رو طوری کار کنم که با موضوع فیلم هماهنگ باشه، به اضافه اینکه رنگ‌هایی به کار ببرم که جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. با خود گاهی میرفتم پشت، میرفتم
نزدیک سینما جایی که پوسترامو زده بودن میبینم صحبت‌های مردم چیه و میدیدم که همه میگن این امضاش همون امضاست. حالا امضای منم طوری بود که سخت بود خوندنش، این حدت انگلیسی سربالا می‌نوشتم و خب نمیتونستم اصلا اسم منو بخونم، ولی میگفتن این هم امضا همونه، از این هم کار همونه. یعنی توجه به کارا میدم زیاده. شاخصش این بود که رنگ‌آمیزی خوب می‌کردم، صورت‌سازی‌های خوب اجرا می‌شد. کارها رو تمام ما نقاشی میکردیم، همش نقاشی و سر تا سر پوسترها همش کار نقاشی میشد. حتی نوشته ها به اصطلاح امروزی یا لوگو و نام فیلم اینها همه طراحی میکردیم، کار میکردیم. تازه روی اون نقاشی ها وقتی روی اصل پوسترها نگاه میکنیم متوجه زحمتی که کشیده شده برای اجرای کار و در نهایت به نتیجه رسیدن خیلی زمان برده، خیلی کار برده. فکر کنید تمام این نوشته ها، اسامی ها، خود این لوگو، اینا تمام باید نقاشی میشد. ما با قلمو اینا رو می نوشتیم، با قلم درشت که نبود، نوعی طرح گرافیکی بود و طرح یه برداشتی من کرده بودم از خط بنایی یا خط آجری و اینطور هم که شنیدم انجمن گرافیک خط را به اسم من ثبت کردن و لطف کردن. ولی خب من تنها نبودم، دیگران هم کار کردن و زحمت کشیدن. یادم تو اولین نمایشگاه 50 سال گرافیک ایران که در پارک لاره موزه معاصر برگزار شد، آقای ممیز برگزار کنندش رو خدا رحمت کنه ایشون 3 تا پوسترهای منو توی نمایشگاه گذاشته بودن. یکیش هدف بود، یک کندو بود و صدای صحرا که خب اجراهای خاصی هم داشت. من کار پوستر سازی تا اواسط سال 57 ادامه داشت. بعد از اون دیگه خب طبیعتاً کار فیلم و فیلم سازی هم تعطیل شده بود و من اوایل 58 بود که دوباره با کرکس ها میمیرن شروع کردم و در و من اصفهان بودم، اما خودشون از تهران دوستان پیدا کرده بودن و ما اون کار شروع کردیم و ادامه دادیم تا سال 77 هم کار کردم. بعدم که دیگه امکانات چاپ‌های بنر اومد کار راحت تر شد، هم کار پوستر سازی راحت تر شد و هم کار چاپش. خیلی از کارا رو ما که انجام میدادیم 30-40% بیشتر رنگ هایی که ما گذاشته بودیم تو کار نشون نمیدادن، در چاپ در نمیمد. این پوستر الان مثلا اینجا چاپ کرده، خب طبیعتا هم یه مقدار قرمزتر در اومده، ولی اصلش اینا چهره کاملا رنگ های طلایی داره. ما یه وقتی کار میکردیم زحمت کشیم رنگ های متنوع، شتاب رنگ ها، اون ترلای رنگ ها با تکنیک گواش که اصلا ذاتش رنگ های پرترلو درخشان هستش، اسمش هم پوستر کالره. خب وقتی کار ما چاپ میشد میدیم 30% هم کارم چاپ نشده و خب خیلی برامون که کار میکردیم غم انگیز بود. وقت مجبور بودیم طوری والر رنگ هامون رو بیاریم پایین تر تا لااقل 50-60% در چاپ جواب بده. اما امروز ما میبینیم که نه، شما حتی یه عکس سیاه سفید هم رو میتونید ببرید زیر دستگاه ما نرم افزار و فتوشاپ روش کار کنی و تبدیل به زیباترین عکس و خوش رنگترین حالت رو بهش بدی. حالا ما بیایم مقایسه کنیم آیا کاری که امروز داره با این دستگاه نرم افزار میشه آیا هیچ برتری پیدا کرده نسبت به اون آثار؟ نه، بلکه ما می‌بینیم اون آثار رو همون برمی‌دارن روی فتوشاپ تبدیلش میکنن، هیچ خلاقیتی درش نیست. یعنی دقیقاً می‌خوام اینو بگم که هرچی ما امکاناتمون پیشرفته تر شده بالاتر رفته، در کنارش خلاقیت ها اومده پایین. این تابلو تاریخش 25/5/45
تقریبا من 2 سال بود که نقاشی می‌کردم. بعد خیلی دلم خواست پدرم پورتره کار کنم. ازش خواهش کردم که مدل بشه و چون بعد نهار که از اداره میمد و اینها اکثرا همین حالت میشه که کم مطالعه میکرد و به قول خودم چرتی میزد. بعد و همین زاویه گفتش طوری نیست. ما یه 2-3 روز چی میگن تختمون اینا گذاشتیم رنگ و اینا رو شروع کردیم به طراحی کردن و کار کردن و یه 2 روز 3 روز نشست روز 4 گفت آقا من دیگه پروام نیست. تابلوام دیگه همینطور نیمه کاره موند ولی خب الحمدلله خیلی جاش هم برام ارزش معنوی اندازه که تابلوی پدرم داره، همین که از نظر کارم تمام بود درک خورده. تابلوام تو خونه خودشون بود تا بعدی که پدر و مادر هر دو فوت کردن و دیگه ارثمون رو برداشتیم و اومدیم. من نقاشی را به عشق همون کار رئال و واقع گرایانه شناختم و به همون روش هم دنبال کردم و کار کردم. موضوعاتی هم که کار کردم اکثرا واقعیت هایی بوده که میدیدم از زمان کودکی، همون نساجی سنتی که میگم اینا رو در یزد دیده بودم. اینا چیزاییه که به تدریج فراموش شده. من اکثرا سعی کردم که بگم داشته هامون چیا بوده و حالا چرا نتوانستیم حفظ کنیم یا تبدیل به احسن کنیم اونش دیگه من نمیدونم. در این آرک ورودی و سقف نیم سقف آرک ورودی 110 اسم اعظم پروردگار نوشته شده که اینها رو باید تک تکش واقعا رمزگشایی بشه و خونده بشه. در این کتیبه که عیناً این طرف هم تکرار میشه. خب این تابلو در زاویه پرسپکتیو هستش. این کاشی که فرض کنی اینجا اگه تو این تابلو ابعادش 2 میلیمتره وقتی میاد به اینجا میرسه 1 میلیمتر نیم مثلا کمتر میشه تا برسه اون آخری. خب اینها رعایت کردن این اصول تا تابلو بیاد شکل بگیره واقعا زحمت میبره، کار میبره. خب من با عشق و علاقه‌ای که کار میکردم الان دارم بهش نگاه میکنم واقعا میشه خودم میگم آیا من میتونم دیگه همچین چیزی ها تکرار کنم؟ هزاری هم که دلم بخواد میبینم که خب قدرت جسمانی دیگه کمک نمیکنه، توان جسمانی نیست که کار بشه. حالا عشق و علاقه هست، نه اون چشم دیگه اون چشمه بعد عمل جراحی، نه دست دیگه اون توانایی داره. ولی خب خوشحالم که این کار رو به انجام رسوندم و به نتیجه رسوندم. نقاشی کشیدن با نقاش بودن خیلی فرق. من اکثرا به هنرجوها میگم اول نقاش بشین بعد بکشین، که وقتی نقاش شدی دیگه چه بخوای چه نخوای هر دستت خودش نقاشی میشه اون جلو. مولوی که نشسته همش شعر بگه که کلامش نظمی به این شکل پیدا کرده بوده. به نقاش هم همینطور، وقتی وجودش نقاشی شد هر حرکتی که انجام بده همون حس و حال نقاشی هست. چیدمانی که میکنه، حتی سفره هم میخواد بندازه، حرف زدنش متفاوته، سلوکش با مردم متفاوته، راه رفتنش، بحث کردنش، تو مجالس نشستنش دست خودش نیست، کسی دیگری در درون داره اونا راهنمایی راهبری میکنه و حرکتش میکنه. در حقیقت یه تمثیلی از یه بازار دریا است. حالا ممکن بودیم مسجد جامع را از تو این فضا برداریم، میشد بگیم مثلا بازار ناینه، بازار شیراز، چون این با این شکل و طرح و ترکیب بندی بازارهای مناطق کویری ایران تقریبا شکل همه. خب چون دلم میخواست که یکم ولایت مدو ولایت خودم رو داشته باشم، یه ترجیح دادم اینه این بازار یزد بگم. عالم از ناله عشاق
نبادا خالی، همش از عشق در چشمه میگه، همش از یه حس زیبا و زیبا شناختی و زیبا دیدن، زیبا گفتن، زیبا اندیشیدن. هر حرفی داره در درون با خودش میزنه، یه حرفی که با دیگران بزنه نداره. نمیشه که هم کار کنیم هم حرف بزنیم. کار چند وقته که همینطور رو سپایه مونده و نرسیدم کار کنم، یعنی حال کار نبود. حالا شما باید چه کردم بشینم بعد چند وقت تا برم کار کنم. ای دادا دلم میسوزه برا خودم، خیلی برا خودم دلم میسوزه که چرا بعضی ساعت عمرم رو نشستم نقاشی بکشم. خیلی ها شاید در دادم، شاید تو بخوام بگم 50% وقتم صرف کار نقاشی کردم، حالا هم از تابلو یا پوستر سینما یا کارهای سفارشی دیگه. کاش میشد که آدم حتی از خواب و خوراکش هم بزنه و فقط بشینه کار کنه، چون بعدم به اندازه کافی میخوابونه. دوگمان رو به سرش گفت رو زمین که راه میری اینقدر با تکبر پا به زمین نزن. اگه تو 50-60 سال روش راه میری، اون هزاران سال روی تو راه میره. باید قبل از اینکه شود کاسه سر خاک انداز، خیزه در کاسه سر آب طربناک انداز. این آب طربناکی بوده که ما تو سر خودمون ریختیم. انشاءالله که مورد طلب و قبول قرار بگیره. والا یه شعریه که همه میخونن و من نمیدونم واقعا چرا به مفهومش فکر نمی کنم. جوانی شمع ره کردم که یابم زندگانی را، ندیدم زندگانی رو تبه کردم جوانی ها. این چه مفهومی داره؟ اصلا من نمیدونم به چه دلیلی شعر گفت. شاید پشتش یه چیزی هست که من درک نمیکنم. زندگی بالاخره عمر، گفتم یا عمر یا زندگیه. عمر تباه شدنیه، تموم شدنیه، یه طولی داره تموم میشه میره. نحوه استفاده از این زمان محدود اون دیگه به عهده خود اون کسیه که اون عمر در اختیارش قرار گرفته. این 70 سال سرمایه عمر به شما داده شد، برو باید زندگی کن. چرا تباهش کردی؟ مثلا می‌خواستی چی کار کنی؟ یه ذره فکر کن ببین مسیرت درست رفتی، انتخابات درست بوده. انداختن بار گناه اشتباه خودمون به گردن دیگران کار اشتباهیه. مسیر اشتباه رفتن، راه اشتباه رفتن و بعد دیگران رو مقصر کردن اشتباهه. این صحیح نیست. این ناجوان مردیه، کوتاه نظریه که آدم تو فکر کنه که ضرباتی که میخوره باید دیگران باعث شدن. هیچ کس باعث شد. تو خود ضربه پذیر بودی، ضربه رو خوردی. چرا خودت معصوم محفوظ نکردی از ضرباتی بناس بخوری در هر کاری که میخوای بکنی؟ من وقتی نقاشی شروع کردم هر کس اومد یه مطلقی به من انداخت، نمیشنیدم. یعنی اون گوش را دیگه نداشتم که بشنوم. دایی بزرگمون از تهران اومد و مادرم با افتخاری گفت محمد علی رفته هنرستان و نقاشی میخونه. بله نقاشی هم چیز خوبیه، ولی آقا محمد علی بره دنبال یه کاری که پول توش باشه. من خداحافظی کردم اومدم بیرون، تموم شد. نشستم دیگه پا حرف دایی. دلیل نداشت بشنم، چون می‌دونستم بقیه‌ش هم همینه دیگه. وقتی با این جمله شروع شه بقیه‌ش هم همینه. شروع به نصیحت کردنه. من چون می‌خواستم نقاش بشم، هر کی می‌خواست صد راهم بشه ازش فاصله می‌گرفتم. یا اون چیزی که باعث می‌شد من راهمو نتونم ادامه بدم، اون کاری که باعث شد اون کار رو انجام نمیدادم. برعکس در مسیر خودم تلاش می‌کردم.
یه ضرب مسئله قدیمی ها میزنن، درسته، میگن ضرر از هر جا بگیری منفعت. آقا یه حرکتی کردی، یه مسیر رفتی، میبینی که نتیجه نمیده، خب چه اصراری داری؟ خب مسیر رو عوض کن. دنیا رو نمیتونی عوض کنی ولی خودت هم میتونی عوض کنی، چون قواعد دنیا، قواعد زندگی اجتماعی یه مسیر کلی داره، در اون مسیر کلی داره حرکت میکنه. شما ببین کجا قرار گرفتی، نمیتونی، اون مسیر رفتی غلطه، قیچیش کن، مسیر دیگه انتخاب کن، ولی زمان رو از دست نده. هیچ وقت نگو نه دیگه دیره، دیگه فرصتی نه. آقا جون هر چی مونده همون فرصت. فرض کن شما 60 سالتی، میگه آقا دیگه 5-6 سال دیگه، 10 سال. فرض کن تازه به دنیا اومدی، 10 سال وقت داری دیگه. ما به باخته هامون نباید فکر کنیم. دلیل داشته، حالا یا دلیلش خودمون بودیم یا شرایط بوده یا دیگری بوده، ولی کسی هم مقصر نکنی، دنبال مقصرم نگردی. اون اشتباه بوده، قطعش میکنم، از جای دیگه شروع میکنم. سختی های خودمون رو تحمل میکردیم، لوازممون رو آماده میکردیم، وسایلمون رو تهیه میکردیم. یادم یه تخت فیبر اوایل کار رنگ روغن کردنم، یه تخت فیبر 50x70 بود که من روش تمرین میکردم، اون طرف زبریشو سفید میکردیم و روش کار میکردیم. اینقدر سنگین شده بود، وزنش رو بردم تو دکونه ماست بنده سر کوچه‌مون بود، کشیدم 5 کیلو وزنش شده بود. یعنی یه تخت فیبری که حد اکثر وزنش 300 گرم 400 گرم، 5 کیلو وزنش شده بود. حالا چرا هی رو هم کار کرده بودم. بعد یه رندی پیدا شد، آقا چه خود تازه اینا برو بندازش تو همین آب جوب مادی، یکم وایس دید همه رنگا روش ول شد، رفت. فیبر سالم بود. حالا گزدودم بذارش آفتاب، آجرم بذارش که کج نشه. دوباره استفاده کرد. آخه اینا رو من برای کی بگم؟ جوون اومده جعبه رنگ وینزور رو من با این قیمت‌های اون چنانی. خب بچه چرا کار نمی کنی؟ فقط ننه بابا رو سرشون گرم کرد که میرم کلاس نقاشی. کار کن. ببین عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. واقعا هر چیزی عشق خودش میخواد و بر اساس اون عشق توانایی هم پیدا میشه. اون عشقی که کوه میکنه و چهره شیرین رو در میاره. ما هم کمتر از فرهاد نبودیم. ما همینقدر زحمت کشیدیم، سختی کشیدیم. من 60 همه گفتم سیاه بود و خاطر ضربه چکش مسئلهش بود. خود این دوتا انگشت که باید این پارچه رو میگرفت میکشید و اونا نگه می‌داشت، خود این لغ الان داره عواقبش دیده میشه. با این شرایط کارمون رو کردیم. هیچ هدفی نیست که بر اثر تلاش بهش نرسی. من هر از چندی یکم حالم که بد میشه یه غزل حافظ بازار خودم بخونم تا برگردم سر خونه اول. خیلی به من کمک کنه. من تازه خوندن نوشتن کلاس دوم دبستان، اول دبستان یاد گرفته بودم، حافظ میخوندم. خدا بیامرز بیبیم تابستونا رو پشتمون هنو مدرسه هم نمیرفتیم، میشست به ما هی شعر حافظ میخوند و یاد میداد. بعد با خودمون مشاعره میکرد که بعد میگفتیم خب میگفت دال، بعد میگفتیم خب که بعد اول شعر میگفت، ما حفظ شده بودیم میخوندیم بدون که بتونیم بنویسیم. بسیار سخنگو و مونس خوبیه این حافظ. عجب. اینم مثل که فکر کرده ما هم خیلی میخوایم برگردیم یزد. چرا نه در پی عزم و دیار خود باشم، چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم. غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. ز محرمان سراپرده وصال شوم، ز بندگان خداوندگار خود باشم. چو کار عمر نپیداست باری آن اولی، که روز واقعه پیش نگار خود باشم. ز دست بخت گران
خواب و کار بی سامان، گرم بود گله ای رازدار خود باشم. همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود، دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم. بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ، اگر نه تا به ابد شرمسار خود باشم. عجب، حافظم حال ما رو فهمیده الحمدلله. هنوزم که هنوز گاهی که به فکر میرم تو همون زمان کودکی. می‌بینی کودکی یه چیزی داره که غیر قابل تکراره. همه زندگی انسان روزاش تکرار نمیشه دیگه، ولی در کودکی یک چیزهایی تو داری که حداقله، ولی برات عظمت داره، بزرگ، بالاترین و فراترین چیزی که ممکن داشته باشی. هر محله ای هست که خونه اقوامی کسی بود، هنوز که هنوز گاهی بهش فکر میکنم یادم میاد، یه ذوق خاصی در من به وجود میاره. من خدا خواستم یه 2-3 سال اگر ته عمرم مونده رو یه جوری توی یزد باشم، ته عمری که بتونم کار کنم و اون جاهایی را که میخوام و در حافظم مونده اونها رو کار کنم، یادگاری بماند از من.